آیا تزریق بوتاکس باعث فلج صورت میشه؟ این قضیه برمیگرده به فیزیولوژی و آناتومی ناحیه‌ای که ما تزریق رو درش انجام میدیم. در نظر بگیرید ناحیه مثلا اخم و پیشونی رو که ما داریم تزریق انجام میدیم. تزریق بوتاکس توی نواحی فوقانی صورت بیشتر کارایی داره و خب کارایش این هستش که روی انتهای اعصابی اثر میگذاره و اون نواحی که باعث بالا رفتن و اخم شما میشه رو فلج میکنه. خب در واقع ما بوتاکس رو تزریق میکنیم برای اینکه عضلات صورت رو در بعضی نقاط، نه همه نقاط، فلج بکنیم و به طور نسبی فلج بکنیم، نه به طور کامل، و برای یک مدت محدود این فلج رو ایجاد بکنیم، نه به طور دائم. این سمیت بعد از یک مدت که حدود به صورت اوریج متوسط 4 تا 6 ماه هست اثرش برگشت میکنه. در نتیجه اون ارتباط عصبی یا ارتباط دوتا عصب تو ناحیه سیناپس عصبی دوباره اتصال برقرار میکنه و مجدد فعالیت عصب عضله برمیگرده. از طرف دیگه یک حالتی هست فرد وقتی که بوتاکسش برمیگرده، یعنی اثر بوتاکس از بین میره و برمیگرده صورتش، اون حالت فکر میکنه که برفرض افتادگی ایجاد شده، در صورتی که اون برگشت هست و رفت به افتادگی هم پس نداره. در واقع با همین مکانیزم هست که چروک ها رو از بین میبریم. پس نتیجه میگیریم ما فلج دائم و ماندگار با تزریق بوتاکس نداریم، به دلیل اینکه این فلج گذرا و برگشت پذیره اونچه که در سیناپس های عضلانی عصبی اتفاق میفته و در کنارش پدیده ایجینگ هم به این مسئله کمک میکنه. متشکرم.